عرض ادب و احترام خدمت تمامی هنرجویان محترم گروه ارگ برتر. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون عالی باشه و بتونید از این آموزش ها کمال استفاده رو ببرید. تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. ما داخل این ویدیو میخوایم طبق ویدیوهای قبلی یک ملودی و یک آموزش مقدماتی ملودی یک آهنگ رو خدمت شما آموزش بدیم. مهمترین چیزی که برای نواختن هر آهنگ نیازه همون ساز، ریتم، دستگاه و سایر تنظیماتی هستش که روی صفحه ملاحظه میفرمایید. اما مهمترین بخش برای اینکه بتونیم ملودی خودمون رو درست اجرا بکنیم بخش نوت و تنظیمات ست هستش که اگر این دو رو ندونیم نمیتونیم که اون خروجی عالی و بهتر رو از نرم افزار ارگ به دست بیاریم. ما خیلی ساده میخوایم بهتون توضیح بدیم که این ملودی رو چطوری بتونید خیلی راحت اجرا و از این اجرا کردن لذت ببرید. در مرحله اول همیشه ست رو بارگذاری میکنیم. برای بارگذاری ست از قسمت منو وارد بخش اوپن میشید و از اینجا بارگذاری یک ست رو انتخاب میکنید رو اضافه میکنید. خب ست برای ما آپلود شد و این تنظیمات پیشورز خود ست روش سوار هستش. یه ملودی بشنویم. این از بخش بارگذاری ست. حالا ما اولین کاری که میکنیم چیه؟ میریم ساز خودمون رو انتخاب میکنیم. از قسمت سازها میمونه که پترن یک و این ساز رو انتخاب میکنیم. و نکته بعدی اینه که وقتی که ساز رو انتخاب کردید پدال رو خاموش بکنید و یک دمو ازش بشنوید. بسیار همین. حالا باید برای این اجرامون ریتم انتخاب بکنیم. برای انتخاب ریتم وارد بخش ریتم ها میشید. از قسمت پترن پنجم این ریتم رو انتخاب میکنید. خب توجه داشته باشید که برای اینکه آهنگتون زیباتر بشه حتما اسکن آکورد رو روشن بکنید یا همون چرت اسکان تا بتونید که خروجی خوب رو از این سازها بگیرید. برای روشن کردنش هم کافی این دو تا گزینه رو روشن بکنید و گزینه تب رو بزنید و از اینجا این گزینه رو انتخاب بکنید و این بخش رو یک بار روش کلیک بکنید تا برای شما فعال بشه. برای غیر فعال کردنش هم دقیقاً باید همین کار رو انجام بدید یا اگر میخواید حالتش رو عوض بکنید. بسیار عالی. حالا میریم که دستگاه آهنگ رو و کوک آهنگ رو تغییر بدیم. برای این کار وارد اینجا میشیم. این حالت روی منفی 100 قرار میدیم. حالا این دمو میشنویم. خب پس ما یه ریتم انتخاب کردیم، ساز، دستگاه و پدال رو خاموش کردیم و مهمتر از همه این گزینه رو گفتیم که به چه صورته. حالا میمونه چی؟ میمونه که پرده آهنگ و تمپوی آهنگ. تمپوی آهنگ برای اینکه شما مبتدی هستید ما ترجیحاً میاریم پایین. برای مثال روی 110 11 اینا و ترانسپوزر هست. پرده آهنگ رو هم از این قسمت میتونیم بسته به سلیقه خودمون بالا یا پایین بکنیم که حالا ما صرفا دست نمیزنیم، یعنی تفاوتی هم نداره، این بیشتر سلیقه‌ای میتونه باشه. بریم که نوت آهنگ و نحوه اجرای آهنگ رو خدمت شما توضیح بدم. قبل از اینکه آهنگ رو کامل برای شما آموزش بدم میخوام که برای شما این آهنگ رو اجرا بکنم و بعدش اقدام به آموزش این آهنگ بکنم. همین راحتی. حالا ما میخوایم چیزی رو که الان شنیدید رو در قالب نوت و عدد خدمت شما توضیح بدیم. ببینید من نوت ها رو برای شما روی کاغذ اینجا نوشتم و هم عددش رو نوشتم هم نوت هاش رو، یعنی چیزی که من میگم اینجا مدون نوشته شده است و از روی همین به شما میگم، اینطور نیست که بداهه باشه و از خودم در بیارم. و این نوت ها همه ذخیره میشه و ترجیحاً من نوت رو سعی میکنم که داخل
صفحه برای شما این قسمت نمایش بدم، اما حالا باید تصمیم بگیرم که به چه صورت نوت رو خدمت شما ارائه بدم. خب پهنای نوتی آهنگ ما به این صورته که از کلید لا تا کلید فا پهنای نوتی آهنگ. لازم به ذکره که برای اینکه عنوان کلاویه رو روشن بکنید وارد قسمت منو میشید، ستینگ، کیبورد و عنوان کلاویه رو روی این حالت قرار میدید. توجه داشته باشید که تعداد کلاویه هاتون هم حتما روی 14 باشه. برمیگردیم عقب. این آهنگ از کلید ر شروع میشه. ر ر می ر فا می فا می ر ر. حالا اینجا می فا می ر ر می دو. اینم میتونید اضافه بکنید. من داخل نوت ها برای شما نوشتم و اضافه هم میکنم. پس چی شد؟ ر ر می ر فا. به همین شکل باید اجرا کنید. نکنید ر می ر فا می فا می ر ر می دو می فا می ر ر می دو. خب می، پس چی؟ ر ر می ر فا می فا می ر ر می دو یا می فا می ر ر. سلیقه‌ایه، یا میتونید بگید می فا می ر ر یا می فا می ر ر می دو. حالا هر کدوم که سلیقه خودتونه. من سلیقه‌م این بود که می دو رو هم اضافه بکنم با آخرش خورده مثلا حرفه‌ای‌تر بشه، ولی باز هم عرض میکنم سلیقه‌ای این موارد. پس خط اول همین شد. حالا میریم با ریتم اجراش بکنیم. ریتم مثلا بالا برای آموزش. بعد میریم پایین. دست خودمون هر کاری میتونید بکنید. بعد توجه داشته باشید دوستان، اینو بگم حتما سر ضرب اجرا بکنید. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن. سر ضرب یعنی اصلا این ور اون ور، اصلا مثلا این ریتم رو اینجوری میزنه. سر ضرب اجرا. چرا دارم میگم؟ بنده برای آموزش ستار خیلی سال پیش به آموزشگاه رفتم و دیدم که استاد داره ازم تعریف میکنه و با یه نگاهی نگاه میکنه. این رو چرا دارم تعریف میکنم؟ چون یادم میاد من رفته بودم که چند سال پیش ستار یاد بگیرم و دیدم که استاد همین که نشست ملودی رو شروع به زدن کرد، مثلا یه 10 ثانیه زد قطع کرد. گفت جایی کلاس رفتی؟ گفتم نه این اولین کلاسمه. گفت استعداد داری. گفتم چرا؟ گفت چون پازرب گرفتی. یعنی بدون اینکه من بگم تو داشتی اون ریتم این ملودی رو یا اون حالا چیزی که میزد، تصنیفی که میزد رو پازرب شما میگرفتم. گفت این خیلی خوبه و الان هم من به شما پیشنهاد میکنم آقا جون پازرب رو بگیرید. یعنی چی؟ ریتم میگه این با پاتون اینجوری بکوبید همزمان با ریتم. اگه دقت بکنید نوازنده ها توی ارگ و عروسی حتما همشون پازرب میگیرن، خواننده ها روی استیج و تقریبا تمام کسایی که با موسیقی سر و کار دارن مسئله پازرب رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. پس شما هم به عنوان هنرجو و یک بخش کوچیکی از دنیای هنر حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این مهم رو انجام بدید. بسیار عالی. بریم که با هم حالا بشنویم. حالت اول بود. حالت دوم اینجوریه که پس ر ر می ر فا می فا می ر ر می دو. دیگه کنم 5-6 بار گفتم دیگه. واقعا باید بتونی بزنی. در مرحله اول اصلا ریتم رو خاموش کن، خالی بزن، مثلا پازربم نگیر، فقط تو بزن، فقط این نوت ها رو که میبینی رو خوب اجرا بکن. حالا خط دوم دو دو ر دو می ر می ر دو دو. اینجا دیگه دوها رو دیگه میکشیم، اون حالت قبلی رو اجرا میکنیم. حالا توی کار چطور میشه؟ به این شکل. پس دو دو ر دو می دو دو ر دو ر می ر دو دو. این شد خط دوم. خط اول اون بود، خط دوم اینه. حالا خط دوم رو و خط اول و دوم رو با هم اجرا میکنیم. حالا خط سوم هم اینجوریه که
سی سی دو سی ره می فا می ره ره. حالا سی سی دو سی ره سی سی دو سی ره می فا می ره ره. سی سی دو سی ره می فا می ره ره. آرومتر میزنم. این خط سوم. حالا خط چهارم. سی سی دو سی ره سی سی دو سی ره سی سی دو سی ره حالا کل آهنگ رو به صورت تک انگشتی براتون اجرا میکنم. توجه بکنید قسمت پایانی آهنگ رو از قصد طوری زدم که با نوت که برای شما نوشتم تفاوت بکنه. علت این کار به نظر شما چیه؟ علت این کار اینه که شما گوش موسیقی هایتون قوی بشه. یعنی چی؟ یعنی محدود به نوتایی که مینویسم شما اجرا نکنید. من توجه بکنید برای اینکه بخوام این آهنگ رو بزنم اصلا اینجوری زدم که دامش آخرش اینجوری زدم. اصلا اینجا بود که این بازی با نوتا، بازی با این کیبورد و اینها چیه؟ اصلا شبیه ساز موسیقی اینه که ما دستمون باز بشه یه خورده ملودی رو تغییر بدیم. شما وقتی که نوت رو حفظ بکنی نمیتونی واقعا پشت حالا اینکه شبیه ساز ارگه ولی پشت ارگ واقعی بشینی و حتی همین هم پشتش نمیتونی بشینی و بتونی درست آهنگ رو اجرا بکنی. پس چی آقا جان؟ مثلا به تو میگم این ره رو مثلا یه بار بزن، حتما یه بار بزن یا دو بار، نه مثلا دو بار بزن. ببین مثلا دو بار زدی دیدی آهنگ خراب شد دیگه نزن. برای مثال مثلا ما از اینجا ریتم روی حالت منفی 50 میذاریم و ساز رو همون حالی دمو میشتیم. این کارا رو میکنم که شما نوازندگی رو واقعا یاد بگیری. ببین اگه تایم ویدیو مثلا نیم ساعت هم بشه واقعا برای من فرقی نداره. درسته حجم ویدیو زیاد میشه و توی آپلودش من به مشکل میخورم ولی هدف من اینه که تو یاد بگیری. خب حالا اینو مثلا انتخاب کردیم، حالا یه ریتم انتخاب میکنیم که مثلا بتونیم روش خدمتت توضیح بدیم چیزی که میخوایم رو. یه دونه ریتم اینجا میگردیم پیدا بکنیم. این مثل کرمانچی بیاد. تو اگه گوش موسیقیایت مثلا ضعیف باشه، خب مثلا تو داری آهنگ چیزا میزنی مثلا تو شیرینه می رو میزنی مثلا این وسط یهو یکی میگه آقا جون آهنگ زندانیه مثلا چیزو بزن، محسن لرستانی رو بزن. نمیتونی بگی همون طریق باز کنم ببینم آقا این نوتش چی باشه. مثلا اینو تغییر میدی. همین راحتی. ببین تو باید پس چیکار بکنی؟ گوش موسیقیایت قوی بشه. تو وقتی زمانی میتونی اصلا دوره بفروشی و روی مثلا نوت بنویسی که گوش موسیقیایت قوی باشه دیگه. من مثلا پدرم موزیسین نبوده که مثلا من چون گوش موسیقیایم رو حالا تمرین کردم و تقویت کردم میتونم تشخیص بدم که این آهنگ اینجا این نوت زده شده یا این آهنگ اینجا این نوت زده شده. اینجا رو میخوام دنبال یک ساز خوب بگردم. نگاه کنید. اینا نکاتی بود که لازم دونستم بهتون بگم قبل از اینکه عدد نوت آهنگ کی بهتر از تو رو خدمتش توضیح بدم. پس حتما به این نکات خوب رعایت بکنید. برمیگردیم به آموزش خودمون و روی ریتم خودمون و تنظیماتی که روی این بود میذاریم. خب حالا نوت آهنگ به چه شکله؟ شما کلید
لا رو 1 در نظر بگیرید، عدد 1، و کلید فا رو عدد 6. حالا به چه صورته؟ اینجوریه که 4 4 5 4 6 5 6 5 4 4 5 3. نکنید حالا با هم میزنیم. این خط اول دیگه، حالا ادامه نمیدم که ویدیو هم طولانی میشه. به همین شکل میایم پایین‌تر. در ادامه میگیم که 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3. خب پس در ادامه 2 2 3 2 4 5 6 5 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 1. اینم از این. یه جمع‌بندی می‌کنیم ببینیم که داخل این ویدیو به چه نکاتی توجه شد. ما ملودی آهنگ کی بهتر از تو رو هم با نوت، هم با عدد، ساز، ریتم، دستگاه آهنگ و سایر موارد رو خدمت شما آموزش دادیم. نکاتی در حواشی بخش گوش موسیقیایی خدمت شما دوستان محترم توضیح دادیم. سایر موارد رو هم خدمت شما گفتیم. نکته دیگه نمیمونه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. در قسمت کامنت ها حتما واسه من بگید که آقا جان چه آهنگی دوست داری یاد بگیری، چه سبکی اصلا باب میلتونه، محلی دوست دارید، آهنگ کلاسیک دوست دارید، قدیمی، شاد، نمیدونم هر چیزی که دوست دارید برای بنده کامنت بذارید. حالا یه جواب میدم، میرسم یه جواب نمیدم دیگه، شما پیغامتو بده. من سعی میکنم که به همه دایرکت های شما و کامنت های شما جواب بدم، چون خودم هم یه مشکلاتی دارم. به هر حال همه تمرکزم روی ارگ نیست. ببخشید اگه بعضی اوقات، چون پیام واقعا بالاست، یعنی بچه‌هایی که توی دوره یلدا شرکت کردن انقدر حجمشون زیاد بوده که ادمین واقعا نمیرسید. یعنی اینجوری بود که بعد انقدر پیام زیاد بود، بعضی میومدن رسیدهای که داخل کانال هستش رو دانلود میکردن برای ادمین میفرستادن و به بنده میگفتن لینک مثلا عضویت اعضای جدید رو بده. بعد من تاریخ لینک رو با زمان واریزی تطبیق میدادم، میدیدم این اصلا همچین آدمی نیست، یعنی 2 بار رسید برای ما ارسال کرده. به هر حال اینها چیزهایی است که میتونه سرگرمی باشه، میتونه ما رو توی یک جمعی بخندونه و لحظات خوبی رو برای ما رقم بزنه. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو نگاه کردید. حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید. ما به طور رایگان تمامی آهنگ ها رو تا جایی که توان داریم خدمت شما آموزش میدیم. به هر حال چیزی هستش که ما میزنیم بقیه لذت میبرن و دوست داریم که به شما یاد بدیم و شما بزنید تا بقیه لذت ببرن. ممنون و خدا نگهدار.